سلام علیکم بچه‌ها. این درس 8 مای درباره C++. در درس گذشته ما چقدر معلومات را با چی وارد کردن شد گفته بودیم تون با فایل. انا در این درس ما چقدر معلومات ای فایل بیرون کشیده گرفتن شد، یعنی با برنامه عبرت نبرگردوندن شد. خب میگذاریم در اینجا چقدر که میبینیم ما ای کود استفاده بوده. خواهی یکون گپ نایستونده بودیم گپ مانا چیکار میکنیم توضیح میکنیم. با جای سالون مثال من مینویسم معلومات هایی فایل معلومات های فایل ایره ما مینویسم. انا که در اینجا در درس پیشنه ما برای ثبت کردن ای آف استریم استفاده بوده بودیم. در این درس باشه ما ای ایف استریم استفاده میبریم. ایف استریم هم اپراتور دیمه که در همینجا استفاده بوده میشه. ای ایف استریم استفاده میبریم. در اینجا باشه ما مینویسم مثال. خب ثبت بود ایشان نام میمونم خانش برای فهمیدن آسان تر شدن برای چی خانشه. اینجا هم باشه ما ایره میگریم توضیحش میکنیم. جای هم دا مینویسم خانش. خب سنجش اینجا زیادتیش با ما در کار نیست تا ما فایل را فقط برای خوندن دعوتش کردیم. تمام. انا ثبتی که در اینجا داشتیم ایرا ما با پرگی میگیریم. این دو خطی باینه یا ماده دیگه در کار نیست. ما با شما درباره اپراتور وحایل یگان چی در C++ گفته بودیم نگفته بودیم در خاطر ندارم. انا این درس در درباره وحایل C++ هم کمتر معلومات میگیریم. برای خواندن معلومات ها شخصا ایم وحایل استفاده میبریم. پیش از آنی که ما وحایل استفاده میبریم اپراتور 4 هم یک قسمش استفاده میبریم. 4 انا که میگذاریم با وحایل وحایل استفاده برده برای معلومات را برآوردن. انا چند معلوماتی که داریم همه اینا را با یاردمی همی میبریم. بنویسیم خانش نقطه از امکانیت گیت استفاده برده میبریم. گیت چه یه که نویسندیم خواص های فیگوراوی میمونیم برای اپراتور وحایل در داخل یعنی اپراتور وحایل اجرا میکند گفته. بعد از آن مینویسیم کود. خب چی کود چی انا ایره از ما سر بتیم فایلمون با اکران پیدا میشه یا کم که پریکولنی پیدا میشه. این معلومات های فایل قطعی یا جویا میشه. خب در کیم کجایی میگن ما خطاگی کردیم یک ما خطاگی را میبینیم کجا دا باشه ایرور ثبت خطاگی را فهمیدیم کلاس خطاگی در چوب نشه یافتیم. اینجا دا هم باید خانش می نویسندیم من هم را ننویسندیم ما دا خطاگی گفتیست ما اونجا را علش کردیم خانش نه که خانش که باشه سرش میتیم این دفعه باید خطاگی نکنه. خب چقدر که میبینیم معلومات های فایل قطعی نه در فایل که چی معلوماتی که داشتیم از ما میبینیم شد. در سان تکستی ما چی داشتیم شده شد در سان تکستی ما همین معلومات را داشتیم. چقدر که میبینیم یه دوامش پیدا شد. برای که یه دوام پیدا نشوه ما با شما یک کار میکنیم. انا اینجا دا اپراتور چه اما ای بالا می نویسیم کود. خب در اینجا در داخل ناخنک و دقت باشین ای تای معلومات رو می نویسیم
n بعد باقی موندهش توغری میشود. سرش میتونیم برنامه‌مون. خب چکار که میبینیم معلومات فایلمون از داخل فایلمون بار اومد. خب اینجاش نگاه میکنیم چکار که میبینیم درسته معلومات همه بر اومد. چکار که در آنجا بود همون هست. این بود یکی اصول گرفتن چی معلومات از اپرا از فایل. این ما با شما گفته گذاشتیم. یه چیزی دیگر ما شما دا میگم که برای چی انا کوتم و آیبولو موندیم. اینه برای سطر را جدا کردن ما میتونستیم داخل وحایل هم مونیم. یکی وقتی که داخل وحایل میمونیم برنامه‌مون کانسل میشه. یعنی چقدر کانسل میشه؟ حاضی برای نمونه یک تا دیگه درون میمونم ولی که بفهمیم چطوری کانسل میشه. سرش میتونیم رنگی چقدر که میبینیم رنگی کنایه سریالی شدیدتری حرفایی که داریم هم ماشه تاقا با گروه یعنی با سطر ها جدا کرد. برای همین ما شما دا مصلحت نمیتونیم که در آینده اصول استفاده بریم. خب داخل وحایلی را میگیریم با یک چیزی دیگه ایره ما بگیریم بعد یک چیزی دیگه شما دا بگم تو ما بودا اگر بخوایم که یکان فایل ای داخلی یکان نوشته تا ای داخل این فایل کشونده با بیرون بیاریم یه هم امکان پذیره با همی اصول. مثال می نویسیم سلام علیک. خب سلام خطی دیگرش نمیم علیکم سلام علیکم مثالش هم میگیم توضیح میکنیم. این ما با طریق همین چیز برآورده میتونیم سخنش میکنیم سلام علیکم نه همین اصول خطی برآورده میتونیم. برنامه را سرش میتونیم چکار که میبینیم معلومات های فایل سلام علیکم. یعنی با همین اصول ما ای را گرفتن میتونیم. یکی بسیاری و مسئولیت نمیتونم با این اصول گرفتن. یک اصول دیگه است که مخصوص برای متن و پیشکش شدگی باید ما او اصول قطعی معلومات را میگیریم ایدونی همون فایلی که داریم. خب تیار که باشیم اوشا تست اجازی می نویسونیم بعضی جاشا زیادیوشا میگیریم تمام. انا برای این اصول استفاده بودن بچه ها پیشکی میگم که یک قسمتی بالا دا با یک چی دیگه ایلواش میکنیم. قسمتی بالاش یکم ایلوا کنیم بعد با دامش میتونیم. خب اینکلود با اینجا ما چی ایلوا میکنیم؟ ما اپراتور استرینگ ایلواش میکنیم یعنی بیبلیاتیک استرینگ می نویسونیم بیبلیاتیک استرینگ بالا دا ایلوا میکنیم. آیپوین چکار میکنیم؟ آیپوین میم. خب انا جایی که ما داریم که چیر ایرا علیش میکنیم اینجا در علاقه استرینگ جوش میکنیم استرینگ. خب برای استرینگ استر میگیریم قیمت چه خوزی داشته بسن استر انا که ننویسیم یکم اینجا ایچ سر میکنیم. برای اینجا را سر کردن ما استر را خالی میکنیم داخل استر منا و برابری من نمیخوام اینجا را که خالی کردیم میگریم با قسمتی دویم یعنی قیمتی داخل استرینگ خالی میکنیم. از get line استفاده میبریم. get line در داخل قوس می نویسونیم خانش. خب نقطه استر خانش استر نقطه ویرگول قطع محکم میکنیم. اما که اینجا دا ما می نویسونیم کوت می نویسونیم استر با همین خیل and نقطه ویرگول.
خب الان خطی عزیز نویستگیمون با رنگ هم پیشنش باید برقرار ما در کجای خطگی کردیم از میبینیم خطگیمون چیر در کجا چیر مونده که فهمی اینجا در چیر ده با جای ایمو باید از این بنویسونیم STR با جای ایمو باید بنویسونیم STR نکه باعث که سالش بتیم خب یا خطگی دیگه اینجا در ایشم علش میکنیم برای رهنش کردن ما دیتا دیگری را استفاده نمیبریم و به استیرمون میسته فقط همین خونیش را ورگل میمونیم بعد خونیش جا میپاکیم پیش خونیش علامتی خطاب میگذاریم نکه باید به کمبودی کار کنه خب یا خطگی دیگه اینجا در خونیش ای آف باید می اومد ما اینجا در خطگی کردیم ای آف اند آف با منوش رسته شاید در کار باشد شاید نه منوش خب باید خطگی دیگه اینجا در ای آف خواسش هم میمونه و اینجا در استر ده با خطگی میشد و جای نقطه ورگل میمونیم بعد درست میشود نکه برنامه رو سر میتیم ولی باید به کاملی کار کنه کار که اکتیسته و چکار کنیم فایل سلام علیکم این کار کرد با این ترس ما میتونیم این برنامه که حاضر تیار کردیم استفاده بریم چند خیلی که باشه شما میتونید استفاده برده در برنامه خود جاش کنید این بود درس هشتم ما درباره C++. درس مهم ما بخشیده میشه با همین طرزی یعنی چکار بگیم ثبت کردن و از اون رو کشته گرفتن و یک کسی نوی وارد کردن متن ها و برنامه میشه که بازی اگر شما برنامه رو سر کنید متن وارد کنین با یاردن سینریو یا همین چیز دیگه باشه همین فایل هایی که در اول LC الان نمونده بودیم گلگیرده بود همطوری نشون میده خب در درسی مهم باشه او را هم اصلاحش میکنیم چرا که با یاردن سین متن وارد کنیم حرفا را علاوهش نشه خوش نشون میده خانه آباد و سر بلند باشه